سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بомдодӣ رو میبینید و امروز شنبه 29 اکتبر است و من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. ساعت به وقت شهر پراگا 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگویم. هوا در شهر پراگا پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی ابری است و حرارت دوام روز به 8 درجه می رسد. در شهر دوشنبه دوام روز باران پیشگویی می شود و حرارت هوا دوام روز به 19 درجه می رسد. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز می کنیم. ساکنان بعضی از منطقه های تاجیکستان شکایت دارند که چند روز باز با محدودیت نیروی برق می گیرند. تاجیبای روزیبایف ساکن دهه سوغدیان ایسترفشن روزی 29 اکتبر به رادیو آزادی گفت 2 هفته به این سو در دهه آنها نیروی برق را به آگاهی قطع میکنند. و میگوید هنگامی که باید خوراک شام بخوریم یا تلویزیون ببینیم برق خاموش می شود. و این مانند ساکنان منطقه های رشت و شهر کانیبادام نیز از محدودیت انتقال برق شکایت میکنند. علی مراد ساکن ناحیه مسجد میگوید هر روز به کمیش تا 5 ساعت بی برق میمانند. بعضا ساعت 9 صبح برای 3-4 ساعت برق خاموش می شود. مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند لیمیت یا محدودیت در انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان وجود ندارد. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک به رادیو آزادی گفت شاید در یگان منطقه در پی تعمیر خطهای برق نیروی آن خاموش شده باشد ولی لیمیت در مجموع جاری نشده است. سال 2017 مقامات تاجیکستان لیمیت برق را بیکار کردند. بعد به کار در آمدن دوچرخه نیروگاه راغون امید ساکنان به برق دائمی زیاد شده بود ولی حالا با پیش آمدن این مشکل شبهه ها را در مورد جاری شدن لیمیت دوباره به وجود آورده است. یک مرد زندانی هنگام فرار از محبس رقم 4 در شهر دوشنبه معروف به نام یکم سویتسکی کشته شده است. مقامات گفتند واقعه شب 21 اکتبر امسال رخ داد و در این حادثه ناظر محبس اسماعیل کاملزاده سخت مجروح شده فعلا در بیمارستان بستری است. سبب فرار محبوس معلوم نیست. مقامات نام مرد زندانی را نیز در اختیار رادیو آزادی نگذاشته، تنها گفتند که او 50 سال داشت و با جرم افراطگرایی محکوم شده بود. یک منبع در زندان یکم سویتسکی روز 28 اکتبر به رادیو آزادی گفت شام 21 اکتبر کوشش کرده است که به بالای دیوار محبس برآمده فرار کند. به امر ناظران اطاعت نکرده است و به سوی او تیر کشیده شد. هم صحبت ما گفت در نتیجه مرد بی ضرر گردانده شد ولی از ضرب تیر یک پاسبان محبس مجروح شده است. کوشش فرار و کشته شدن یک محبوس زندانی یکم سویتسکی به زمان راست آمد که با امضای قانون عفو در نظر است هزارها محکوم شده از زندانهای تاجیکستان رها شوند. روز 28 اکتبر بیش از 500 زندانی محبس یکم سویتسکی از زندان آزاد گردیدند. آژانسی مبارزه با کروپسیا علیه رخشانه رحمان علی زاده دادرس دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه با جرم پاره گرفتن پرونده جنایی باز کرده است. آژانسی روز 28 اکتبر خبر داد که یک شهروند شکایت کرده است که دادرس رحمان علی زاده برای به منفعت او حل نمودن یک بحث منزل استقامتی سنه 13 مارس سال 2019 مبلغ $2000 را طلب کرده گرفته عین زمان باز آورده دادن مبلغ $2000 دیگر را طلب کرده است. کارمندان آژانسی گفتند که رحمان علی زاده را در جای حادثه هنگام گرفتن $2000 رشوه دستگیر کردند، اما نظر دادرس رحمان علی زاده در این رابطه هنوز معلوم نیست. گروهی از خبرنگاران و فعالان تاجیک مقیم اروپا با نشر یک اظهارات از وارد شدن نام خود به فهرست افراد علاقمند به تروریسم بانک ملی تاجیکستان نگرانی کرده و آن را محکوم نمودند. در بانک ملی تاجیکستان روز 29 اکتبر به رادیو آزادی گفتند تنها با مکتوب رسمی در این باره پاسخ می‌دهند. بانک ملی تاجیکستان 2 هفته قبل در تارنامه رسمی خود فهرست نو اشخاص علاقمند به تروریسم را که از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی این نهاد آماده شد نشر کرد که تقریبا 2400 نفر را در بر میگیرد. در برابر صدها نام در این رویخط روزنامه‌نگاران و فعالان تاجیک به مثل موجوده صاحب نظر و
امرالله نظام، همیرای بختیار، شهرت رحمت الله و محمد شریف عبدالله نیز جای داده شدند. این افراد در اظهاراتی که صبح سه‌شنبه 29 اکتبر در صحیفه فیسبوک امرالله نظام به نشر رسید، وارد کردن نام خود به این فهرست بدون اعلان عیبنامه و تحقیق و بررسی را کمال ناعدالتی و بی‌انصافی خواندند. اظهارات روزنامه‌نگاران و فعالان تاجیک میگویند که این کار خودی بانک ملی نبوده، با دستور نهادهای انتظامی صورت گرفته است. این روزنامه‌نگاران و فعالان که برخی از آنها با سازمان و نهادهای در تاجیکستان منع شده مخالفان ربط داده میشوند، طلب کردند که بانک ملی نام روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی را از این فهرست پاک کنند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوارین نادری دارید که میخواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر، واتساپ و یا ایما به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 66 81 است. یادآور میشم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان میشویم. رو می‌رویم به خبرها از خارج تاجیکستان. وزارت امور خارجه آمریکا از پیشنهاد چین برای میزبانی دور آینده مذاکرات بین الافغانی استقبال کرد که به گفته طالبان روزهای 29 و 30 اکتبر در پکین برگزار می شود. خوشنودی آمریکا در بیانیه مشترک حکومت‌های ایالات متحده، چین و روسیه و پاکستان ذکر شده است که آن را نمایندگان این کشورها روز 28 اکتبر بعد گفتگوهای یکجایه در مسکو نشر کردند. در این نشست آمریکا را زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص ایالات متحده برای افغانستان، نمایندگی میکرد. ملاقات طرفها روزهای 24 و 25 اکتبر صورت گرفت و 4 کشور دیگر باره تاکید کردند که طرفدار سازش فراگیر و پایدار صلح در افغانستان هستند. در بیانیه از پیشنهاد چین برای میزبانی مذاکرات آینده بین الافغانی در پکین استقبال شده است. در آن همچنان گفته می شود که در مذاکرات چهره‌های سیاسی گوناگون و به شمول نمایندگان حکومت افغانستان، دیگر راهبران و طالبان شرکت می کنند. آخرین مذاکرات بین الافغانی ماه ایول در شهر دوحه، پایتخت قطر، دایر شده بود. زلمه خلیلزاد به اسلام آباد رفته است و روز 29 اکتبر با عمران خان، نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور گفتگو می‌کند. باور می‌رود که قرارگاه اساسی طالبان در پاکستان جایگیر است. نیروهای دموکراتی سوریه با رهبری کردها روز 28 اکتبر گفت در یک عملیات مشترک با سربازان آمریکایی ابو حسن المهاجر سخنگوی داعش را کشتند. چند ساعت پیشتر از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 27 اکتبر خبر داد که رهبر این گروه افراطی ابوبکر البغدادی در عملیات در سوریه کشته شد. مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتی سوریه، در توییتر نوشت که ابو حسن المهاجر را در یک روستای در نزدیکی شهر جرابلوس نچندان دور از مرکز ترکیه هدف گرفتند. بعد این مصطفی بلی، سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه، در توییتر از قتل ابو حسن مهاجر خبر داد. سازمان ناظری حقوق بشر در سوریه که در لندن قرار دارد، خبر مرگ سخنگوی داعش را تصدیق کرد و گفت او در بین 5 عضو داعش بود که در عملیاتی با رهبری آمریکا کشته شد. و در پایان برنامه همچنان خبری داریم از عالم ورزش. دسته منتخب نورسان تاجیکستان در اولین بازیش در قهرمانی فوتبال جهان 2019 در برزیل منتخب نورسان کامرون را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی گروهی 28 اکتبر ساعت 20 با وقت محلی و 29 اکتبر ساعت 4 صبح با وقت دوشنبه در شهر کاریاسیکای برزیلیا در ورزشگاه استادیو کلیبر اندراده برگزار شد. در ابتدای اول دیدار در دقیقه 51 نیم حمایتگر شریف بیگ رحمتوف را از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. هرچند فوتبال بازان منتخب کامرون برای گلزنی کوشش زیاد به خرج دادند ولی موفق نشدند. در بعضی موارد مهارت بلندی دروازه‌بان منتخب تاجیکستان شاهرخ قرقیزبایف به کامرونی ها امکان نداد که توپ را واردی دروازه نمایند. همین طریق منتخب نورسان تاجیکستان برنده مدال های نقره قهرمانی آسیا با منتخب نورسان کامرون قهرمان افریقا با حساب 1-0 غالب آمد و 3 امتیاز به دست آورد.
بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبر با درخواست شما همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان طبق قرب اسعار خارجی که امروز بانک ملی تعیین کرده است. $1 آمریکایی 9 سومانی و 69 درم، 1 یورو واحد پولی اتحادیه اروپا 10 سومانی و 76 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.